که برای حمل تجهیزات هستن تو بعضی از هارنس‌ها 4 تا هم، تو بعضی از 5 تا هم، خب اشکال مختلف داره. اینا قابلیت ایمنی ندارن. ماکسیموم تحمل این حلقه توی کاتالوگ سازنده‌شون هست، مثلا میگه 5 کیلوگرم که میتونه که هر کدوم از این حلقه ها میتونه تحمل کنه. خب تو بحث ایمنی مجاز نیستی روی اینا حساب بکنی. یک سری هارنس‌های خاصی هستن که پشتش حلقه ایمنی داره، بغلاش حلقه ایمنی داره، ولی اونا تو سنگ‌نوردی خیلی رایج نیستن. توی سنگ‌نوردی ما نقاط ایمنی رو هارنسمون 2 تا حلقه افقی با یه حلقه عمودی. حالا راجع به صحبت می‌کنیم. به غیر از این بقیه این حلقه کریر تولز هستن، فقط برای حمل تجهیزات هستن. ما میتونیم وسایلمون اینجوری بریزیم روشون، اونا رو حمل بکنیم. خب اینجا 2 تا کش داره این پشت. این کش‌ها وظیفه‌ش اینه که وقتی که من دارم صعود میکنم، اگر پامو میخوام به سمت جلو ببرم، این حلقه ها همراه پام بیاد. اگه حلقه اومد جلو دوباره برگرده سر جاش. این کشه همیشه محل این حلقه پا رو بالا درست نگه میداره. خب جایی که انعطاف پام به من میده، به خاطر همین تسمه ندوختم، بندک ندوختم، کش دوختم که اون جایی که میخوام حرکت بکنه، نخواستم برگرد سر جاش. خب اگر این کشا خوب رگلاژ نشه، این حلقه از یه حد پایین‌تر وایسه، موقعی که صعود کننده پاندول میشه، این حلقه‌ها که پایین هستن باعث میشه پاهاش بره بالا، سرش بره پایین، سر ته بشه. ممکنه به جای برخورد بکنه، مخصوصا سرش، و آسیب ببینه، اتفاق براش بیفته. پس این حلقه‌ها طوری باید توسط این کشا مهار بشن بالا وایسن که یک صعود کننده هر موقع که سقوط کرد مثل گربه پاهاش به سمت پایین باشه، سرش به سمت بالا باشه. این کش‌ها معمولا قابلیت جدا شدن دارن. شما الان نگاه می‌کنید تو همه هارنس‌ها این کش‌هاشون اینجوری ساختن که قابلیت جدا شدن داشته باشن. خیلی وقتا پیش میاد که یک صعود ساعت‌های زیادی طول می‌کشه یا روزهای زیادی. حتی شخص ممکنه که از وقتی که صعودش شروع میشه تا موقعی که تموم بشه مثلا 3 روز هم رو دیواره باشه. موقعی که رو دیواره هستش، حالا یه جایی مجبور میشه که دستشویی بکنه، اون باید بتونه بدون درآوردن هارنس کار خودشو برسه، چون باید تو زنجیره حمایتی باشه. شما هارنسشو در بیاره بخواد دستشویی بکنه، ممکن جون خودش از دست بده. به خاطر همین اینا رو طوری ساختن که این کشا باعث میشه که اینا باز میشه، حلقه‌های پا جدا میشه، در عین حال تو حمایت هست. خب حلقه‌های پا میاد پا و بعد از این کارش تمام دوباره اینا رو میذاره جاش میاد. خب ما اینجا 2 تا حلقه